الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. بعداً السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم پیش از آنی که یک دعای در حق یکدیگر بکنیم بفرماید: من لم یدع الله سبحانه غضب علیه. اگر کدام شخصی که خداوند گفته است به سوی من دعا نکند، از من حاجات خود چه طلب نکند، من بر همان بنده غضب میکنم. یعنی من از اون بنده راضی نمیشوم وقتی که اگر از من حاجت طلب نکند، از من مراد و مطلوب و مقصود خودش را طلب نکند. لیس شیء اکرم علی الله سبحانه من الدعا. پیغمبر خدا میگوید هیچ چیز مقدستر، معظمتر، مکرمتر در نزد خدا از دعای بنده مؤمن نمی‌ایستد. هیچ چیز به این برابر شده نمیتواند. دعای ما و شما را خداوند دوست می‌دارد. حتی که مالک دینار میگوید چنین فرمود آن مالک دینار به سوی سالکان جمع اخیار، که در بعض کتبش حق بفرمود به اهل ابن آدم کرده ام جود. حضرت مالک ابن دینار میگوید وقتی کتاب خدا را تماشا کردم و کتاب خدا را خواندم، در کتاب خداوند خود خبر دادگی هست که من فرزند آدم ده بسیار مهربانی کردگی هستم و بر فرزند آدم بسیار مهربان هستم. و همین مهربانیش خداوند به چی معاینه کرد؟ به چی یعنی به ما و شما نشان داد؟ نگاه کنیم. چنان فضلی که دادستم به آدم، به جبریل و به میکائیل ندادم. چنان فضیلتی که خداوند میگوید به آدم دادم، به فرزند آدم دادم، به جبرائیل و میکائیل که یکی از فرشته های مقرب درگاه من هستند، من به اونها ندادگی هستم. از چی خاطر؟ فضیلت ما و شما از جبرائیل از میکائیل به چی بلند است؟ این است: یکی آن فذکرونی اذکرکم، یکی آن فذکرونی اذکرکم، فزایم نور دلهاتان چو انجوم. دیگر فدعونی فرمود ار بخوانید، اجابت میکنم تان در نمایید. فضیلت آدم حضرت گفتم بر چی است؟ و فذکرونی اذکرکم و با ادعونی استجب لکم. فضیلت آدم از همین بوده است. اینه در این آیت هایی که در سوره بقره فذکرونی اذکرکم در سوره بقره هست و ادعونی استجب لکم در سوره غافر است. خداوند چی میگوید؟ یاد کنید مرا ای فرزند آدم، من هم یاد میکنم شما را. ای فرزند آدم، ای مخلوق من، ای بنده من، ادعونی مرا بخوان، استجب لکم مرا میابی، من دعایت را قبول میکنم. ببین، استجب لکم دعایت را من قبول میسازم. و این ذکرتنی، حدیث قدسی است: یا ابن آدم، ای فرزند آدم، اذا ذکرتنی فی نفسک ذکرتک فی نفسی. فرزند آدم اگر مرا تو یاد بکنی، بگوی ای ذاتی که مملکتی تو زائل نمی شود، عزتی تو گم نمی شود، هر چی بخوای تو انجام میدهی، اگر همچنان تو مرا یاد کنی
ذکرتک فی نفسی، من هم تو را یاد میکنم، من هم میگم ای فلانی ابن فلانی گفته، من هم یادآوری تو را میکنم. و این ذکرتنی فی ملأ، خدا میگوید ای فرزند آدم اگر در جمع در بین بسیاری مرا یاد کنی، ذکرتک فی ملأ من الملائکه، نام تو را من در پیش تمام ملائکه میگیرم که فلانی ابن فلانی مرا یاد کرد. خوش به حال آن بندگانی که دعا کردن به سوی خدا دوست می‌دارند و دائم حاجت خودشان از خدای خود می‌خواهند. ما و شما باور کنین امروز کارهای دنیوی بسیاری که در ما و شما می‌افتد، فقط و فقط خیال ما و شما به سوی مخلوق خدا هست و به سوی خدا نیست. از کدام راه بیابیم تا که با فلانی مثال واصل شویم، با فلانی پیوست شویم، تا که از فلانی یک مدد بگیریم، لیکن از خدای خود ما و شما این نیاز و این حاجت ما طلب نمی کنیم. اگر ما و شما شبانه است یا روزانه است، هر ساعتی نباشد، اگر ما و شما از خدای خود دستی به دعا برداریم و طلب کنیم که پروردگارا فلان مهمات مرا حل بساز، خداوند در حال حلش می سازد، فلانی را سبب می گرداند تا که کار تو چی شود؟ حل شود. از این خاطر از همه شما طبق این حدیث، طبق این آیت های کریمه، مقصد ما چی است؟ این است که هر حاجتی که بر شما می غلطد اولا از خدای خود طلب کنید. هر مشکلاتی که در زندگی شما، در خاندان شما می افتد، شما اولا حل شدن این مشکلات از خدا طلب کنید، بعدا نزد مخلوقش برین، انشاءالله چی است؟ حاجت شما برآورده می شود. یک صحابه بود به نام ابو معاف. ابو معاف تاجر بودند، بسیار محب خدا و پیغمبر خدا بودند. یک زمان میگد و تجارت برآمد، در راه با یک راهزنی میگد، با یک آدمی که از خدا و پیغمبر خدا دور است روپرو شدند. اون کس میگد سواره اسب بود و در دستش یک شمشیری داشت و میگد با این ابو معاف تهدید کرد و ابو معاف گفت من میدانم مراد تو گرفتن همین مال و اسباب انجام من است، من بر این راضی هستم. لیکن این مرد میگد نه، گفت اسباب انجام تو را از خود میکنم و به ضمن این باز خون تو را چکار میکنم؟ میریزانم و تو را قتل میکنم. البته راهزن، کسی که از خدا نمیترسد، برای او ریزاندن خون، چی پیغمبر باشد، چی عالم باشد، چی کسی نباشد، برای او هیچ اهمیتی ندارد. این مرد وقتی که میگه این سخن شنید، یک بیشه خالی، در حال که محب خدا بود و راهی از این شکنجه خلاص شدنش بجز از خدا دیگر از هیچ چیز ندانست، اگر جای نماز خدا پرتافت، گفت اگر رخصت باشد 2 رکعت نماز پیش از آنی که من به هلاکت میرسم، 2 رکعت نماز به سوی خدای خود بخوانم، بعدا مرحمت هر چیزی که میخوای کردن بگیر. حضرت میگه 2 رکعت نماز خواندن و بعد نماز میگه از صدق دل دستی به دعا برداشتند و از خدای خود زاره کردند. پروردگار را گفتند تو خود بینا هستی، تو خود شنوا هستی، من یکی از محب تو، محب پیغمبر تو هستم، بجز راه حلال دیگر هیچ راه را برای خود انتخاب نکردم. تجارت میکنم، فرزندهای خودم از حساب مهنت خودم میخورانم، امروز در این ظالمی تو گرفتار شدم، پروردگارا یک راه نجات برای من نصیب بگردان. خدایا من میدانم تو به تمام کار قادر هستی، خدایا مرا ناامید نساز. این بنده میگد با یک آب چشم، با یک صدق دل از خدای خود میگد تضرع زاری کرد و مجرد میگه از بالای جای نماز خیست، نگاه کرد که یک اسب بالاش کسی سوار است و با یک سرعت بلند به سوی همین بنده چکار میکند؟ حرکت میکند. نزدیک شد، میگد
شمشیر خدا میگه کشید و به گردن همین ظالم چیکار کرد؟ زد. این بنده حیران شد، گفت ای دوستی خدا، تو کی هستی که در یک زمان حاضر شدی که برای من بسیاری بسیار تو لازمی بودی؟ گفت من ملائکه از ملائکه خدا هستم. وقتی تو گفت فریاد زدی که ای فریاد رس به داد من برس، ای فریاد رس به داد من برس، دروازه های گفت آسمان خدا کشاده کرد و تمام ملائکه ها زاره و تولا داشتن که پروردگارا مرا روان کن، مرا روان کن. لیکن من هم که زاره و تولای بسیار کردم، خدا که دعا را دوست می دارد مرا روان کرد که رفته این بنده مرا از دست این ظالم خلاص بگردان. من آمدم و تو را به واسطه همین دعایی که کردی خلاصت گردانیدم و بر تمام امت رسول اکرم برسان. هر حاجتی که بر اونها میرسد 2 رکعت نماز بخوانند، از خدای عالمیان طلب کنند. خداوند هیچگاه دعای اونها را چکار نمی کند؟ رد نمی سازد. یا ملائکه، خدا میگوید اینی قد استحییت من عبدی و لیس له غیری. ای ملائکه های من، به تحقیق من از بنده خود حیا میکنم، شرم میدارم، زیرا که وی دست دعا برداشته است و به جز من دیگر تکیهگاهی نداره. بنده در اصل به جز خدای خود دیگر تکیهگاه نداریم. آخر اللهم صل و سلم و بارک علی. پروردگارا به حرمت فاذکرونی اذکرکم، به حرمت ادعونی استجب لکم. خدایا این بندگانت در هر یک قدمی که برای ادا کردن نماز فرض تو به خانه تو آمدند، خدایا حسنات نویسانده بگردان و جمیع گناهان این بندگانت را خدایا مغفرت بساز. پروردگارا در دل ما بندگانت، علی الخصوص این مردم کولاب ما، محبت خودت، پیغمبرت، اسلامت خدایا مستحکمتر جایگیر بساز و خدایا از دایره ایمان و اسلام ما را دور نساز. خدایا روز به روز عزت مسلمان، عزت اسلام در روی دنیا بلندتر بردار و خدایا امروز مسلمان هایی که زیر شکنجه و زیر عذاب این یهودی ها قرار دارد، خدایا در این مورد اجابت دعا آنها را پروردگارا از دست این ظالمانت خلاص بگردان و خدایا آنها را در ظلم خودت، در ظلم مسلمان ها پروردگارا گرفتار بساز و روز به روز امت اسلام خدایا در روی دنیا زیادر بساز. دخترهای ما را، فرزندهای ما را پروردگارا به راه راست، برای اهدنا الصراط المستقیم هدایت بفرمایی. و صلی الله تعالی علی خیر خلق محمد و علی آله و اصحاب اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. شکرگو ای دل که در خیل مسلمان آفرید. شکرگو ای دل که در خیل مسلمان آفرید. عارفی خود کرده هم با نور ایمان آفرید. پا و دست و چشم بینا داد عقل و اختیار. پا و دست و چشم بینا داد عقل و اختیار. در دهانم این زبانی خود ثناخوان آفرید. نعمتی بسیار پیدا کرد بهر طاعتش. نعمتی بسیار پیدا کرد بهر طاعتش. باغ جنت را بر اهل محبان آفرید. حمد لله کرد ما را امتی خیر البشر. حمد لله کرد ما را امتی خیر البشر. بهترینی از کتب خویش قرآن آفرید. ای جنونی خلقت مخلوق بهر خدمتش.
کی برای نفس سگ با خوردن نان آفرید. ای جنونی خلقت مخلوق بهر خدمتش، کی برای نفس سگ با خوردن نان آفرید. هزارها درود و رحمت به حضرت که ما و شما را در هر یک سطرهای نظمی خود اینقدر یادآوری به سوی خدا میکند، اینقدر ما و شما را خبر میدهد که تا که ما و شما بدانیم که از بحر چی آمدیم و چی کار میکنیم و کجا میرویم. موعظه‌ای که ما با شما وعده کرده بودیم موعظه در باب دنیا بود و مظلمت دنیا بود و در بین هفته‌ای که ما حضور نداشتیم با تکلیف بعضی از برادرها البته به خوجند رفته بودیم، قریب 7 روز اونجا هزارها بار شکر که دعوت و تبلیغ و هر شب نشین هایی که داشتیم و از آن جمله در معرکه هایی که اشتراک کردیم که هم الحمدلله فقط از معرکه خیر عبارت بود و خدا را شکر میگیم که همونها هم حس کردند و همونها هم تا که برای باور کنین برای آنی که همین مردم کولاب ما و شما هم در همونجا یک سزاوار تعریف شوند، ما تیز نام کولاب هم در همونجا یادآوری میکردیم تا که همون مردم هم یعنی همچون حس کنن که در همون بین مردم هم یعنی واعظا و داعیا و در همونجا پند و نصیحت ها چی است موجود است. مردم کولاب هم هزار شکر که مردم شریف است و مردم خدا را شکر که از خدا خیلی باخبر است. رسول اکرم میگوید ما من قوم اجتمعوا یذکرون الله تعالی لا يريدون بذلك الا وجهه ناداه مناد من السماء قوموا مغفورا قد بدلت لكم سیئاتكم حسنات. پیغمبر خدا میگوید اگر در کدام موضعی نباشد، در کدام شهری نباشد، در کدام پارچه زمینی نباشد که اگر شما جمع شوید با امید و با مراد آنی که در آنجا ذکر خدا را زنده کنید، لا یریدون بذلک الا وجهه، مراد شما، مطلوب شما، مقصود شما فقط برای رازگی خدا باشد، اینجا خداوند چی میگوید؟ چی مکافات میدهد؟ ناداه مناد من السماء، یک منادی، یک فریاد زننده از آسمان فریاد میزد است. چی میگفته است؟ قوموا مغفورا، شما ای بندگان بعد شنیدن موعظه از جای خود خیزین در صورتی که کل گناه شما را خدا مغفرت کرد. قد بدلت لكم سیئاتكم حسنات، ما تمامی بدیهای شما را به نیکی ها مبدل ساختیم. از خاطر چی است؟ از خاطر شنیدن موعظه و از خاطر شنیدنی که در اطراف سخن خدا جمع شدن است. حضرت عمر گفتن از نام رسول اکرم بئس القوم قوم لا یأمرون بالمعروف ولا ینهون عن المنکر، بدترین قوم همون قومی هست که در بینشان امر معروف و نهی از منکر نباشد. الحمدلله که امروز در بین این مردم ما و شما چقدر صدای امر معروف و نهی از منکر صدا میدهد و ما تعریف این مردم هم چیکار کردیم؟ بر اون مردم هم رسانیدیم و با بعض دامله های پیش قدمی اونجا هم نشستیم، صحبت ها هم کردیم و اونها از ما و باوری دارم از مردم ما و شما هم خیلی رازگی هم در غایبی هم یعنی رازگی خچانه پیدا کردن. از این خاطر ما نرسیدیم که همان موضوع دنیا و مظلمت اون برای شما با یک طریق پررگی تیار کنیم، زیرا که خیلی یک موضوع کلان و وسیعی هست. از این جمله میخواهم در اینجا یک چند بند همین حضرت تحلیل کنیم که اینم خود به دنیا وابستگی کلان دارد و بعدا یک چند سوالهای هست که بهر شما جواب اینها را میرسانیم. شکر گو ای دل که در خیلی مسلمان آفرید، عارفی خود کرده هم
با نور ایمان آفرید. حضرت میگوید تمام مردم مسلمان باید که شکرانه کنند، تمام شکرگزاری کنند که پروردگارا هزارها بار شکر به سوی تو که ما را چیکار کردی؟ ما را مردم مسلمان آفریدی، ما را همین عنوان مسلمانی را برای ما لایق دیدی. هزارها بار شکر ای خدا به سوی تو. اینا باید که تمام مردم مسلمان شکرانه کند، شکرانه کند که خدایا هزارها بار شکر به سوی تو که ما را یهودی نکردی، خدایا هزارها بار شکر به سوی تو که ما را عیسوی نکردی، خدایا ما را هزارها بار شکر که ما را موسوی نکردی و دیگر دینهای دیگر بر ما نصیب نگرداندی. فقط و فقط چکار کردی؟ بهترینی از کتب خیش قرآن آفرید. از بهترین کتبت که قرآن است، بهترین دینت که اسلام است و از همه افضل ترین پیغمبرت که محمد است پیروی او ساختی. اینا باید ما و شما شکرانه کنیم. چنین فرمود روز پیر بستام، چنین فرمود روز پیر بستام، ز اسرار حقایق آن نکونام. حضرت پیر بستام چی گفتند؟ ببین که ابراهیم و موسی و مسیحا چنین فرمودن آن انبیاها، مرا گردان ز امتهای احمد که داری بر محمد لطف بی حد. حضرت ابراهیم، حضرت موسی، حضرت عیسی دعا کرده بودند که پروردگارا ما را چکار کن، ما را پیغمبر نساز، مرا ابراهیم خلیل نساز، بلکه مرا امت محمد بساز. تمنای امت محمد پیغمبرهای پیشین چکار میکردن؟ میکشیدن. زیرا که محمد چکار کرده بود؟ محمد در نزد خدا این یک قدر جداگانه دارد. من یک قصه همین غمخواری محمد بر شما بگم. حضرت عبدالله ابن عمر ابن العاص، این حدیث قدسی است، روایت میکند. چی میگوید؟ میگوید تلا رسول الله صلی الله علیه و سلم قول الله تعالی فی ابراهیم. یک روز میگد رسول اکرم میگد قرآن کشاد و سوره ابراهیم میگه از پیشش برآمد که حضرت ابراهیم چی گفته بوده است؟ ربی انهن اضللن کثیر من الناس فمن تبعني فانه منی. حضرت ابراهیم به سوی خدای خود همت مناجات کرده بوده است، پروردگارا امتهای من از دست این بتها همگی چکار کردن؟ گمراه شدن. خدایا کدامش که پیروی من هست همونش از من است. حضرت ابراهیم همت گفته بوده است برای امتش، خدایا کدامش که پیروی من است همونش از من است. بعد از آن میگه حضرت عبدالله میگه رسول اکرم میگه مناجات حضرت عیسی را برای قومش چی گفته بوده است؟ این تعذبهم فانهم عبادک و این تغفر لهم فانک عزیز الحکیم. حضرت عیسی به سوی خدا گفته بوده است پروردگارا اگر قوم مرا عذاب میتی، امت مرا عذاب میتی، اینها بندگان تو هستند و اگر مغفرتشان کنی تو عزیز و حکیم هستی، اختیار داری، خواه عذابش میکنی خواه مغفرتشان میکنی، تو خود دانا هستی، خود میدانی. وقتی میگه رسول اکرم عبدالله میگه وقتی رسول اکرم این مناجات ابراهیم خواند و مناجات عیسی را خواند، اینها پسند پیغمبر نغلطی، بلکه پیغمبر ما و شما چیکار کرد؟ فرفع یدیه، دستهاش میگم تا برداشت و اللهم امتی امتی. حضرت میگه دست مبارک برداشتم، پروردگارا من جملگی امت ما درخواست دارم، جملگی امت ما درخواست دارم، اگرچه تو عزیز هستی، اگرچه تو حکیم هستی، اگرچه تو مغفرت کننده هستی، معذب کننده هستی، لکن همگی امت ما از تو میخواهم که نجات بیابند. و بکا حضرت عبدالله میگه وقتی که رسول اکرم همگی امت از نزد خدا خواست، بعد از آن چیکار کرد؟ میگه گریه کردن. حضرت
خداوند چیکار کرد؟ قال الله عز وجل لجبرائیل یا جبرائیل اذهب الى محمد و ربک اعلم فسأله ما یبکیک. ای جبرائیل گفت پایان شو دیدی که حبیب من گریه دارد، من میدانم که این حبیب من برای چی گریه دارد. و ربک اعلم، خدای محمد داناست، میداند که محمد برای چی گریه میکند، لکن تو از او پرسان کن برای چی گریه میکنی. فاتانی جبرائیل فسأله فاخبره رسول الله صلی الله علیه و سلم بما قال. آمد نزد رسول اکرم گفته حبیبی خدا گفت از گریه تو خدای تو درکدار است و خدای تو میداند برای چی تو گریه میکنی، خبر بیته گریه تو سببش چی است؟ رسول اکرم گفتند گریه را سببش گفتند. جبرائیل میگه در حال نزد خدا رفت و خبر داد که خدای خود دانا هستی و شنیدی که محمد چی میخواهد. بار دیگر جبرائیل روان کرد، گفت اذهب الی محمد فقل انا سنرضیک فی امتک ولا نسوءک. محمد ای جبرائیل پیش محمد برو و بر محمد من برسان که این سنرضیک، من زود است که محمد راضی می سازم، ولا نسوءک، همگی جمله امتش قطع فراموشش نمیکنم. من محمد با همراهی امتش فراموش نمیکنم. رفته بر محمد بگو که گریه نکنه. این یک مکافات، یک هدیه از نزد خدا برای محمد و برای جمله امت محمد بود. از این خاطر است که خدا در قرآن چی گفت؟ ولسوف یعطیک ربک فترضی، در سوره ضحی. ای محمد زود است که من تو را در قیامت از خودم راضی می سازم. این راضی ساختن مفسرای قرآن به چی میگن؟ میگن این بیرق شفاعت است. بیرق شفاعت در دست رسول اکرم میدهد و رسول اکرم جملگی امت چکار میکند؟ شفاعت میکند. وقتی این آیت آمد میگد ولسوف یعطیک ربک فترضی، زود است که ای محمد من تو را در محشرگاه در قیامت راضی میسازم، رسول اکرم چی گفتند؟ اذن لا ارضى و واحدا من امتی فی النار. پروردگارا ای خدای تبارک و تعالی گفت این هنگام من از تو راضی نمیشم تا زمانی که اگر یک امتی من در آتش دوزخ باشد، من از تو راضی نمیشم. تا زمانی که امتی من در دوزخ باشد من از تو راضی نمیشم. خدایا گفت تا اگر جملگی را از آتش دوزخ خلاص نکنی رضاگی محمد و حبیب تو نمیابی. گفت خداوند بر این راضی شد. نماند به زندان دوزخ اسیر، نماند به زندان دوزخ اسیر کسی را که باشد چنین دستگیر. چنین دستگیر داره ما و شما. الحمدلله انا سید ولد آدم ولا فخر علی. پیغمبر خدا میگوید من سید فرزند آدم هستم، بر این افتخار نمی کنم، بلکه این نعمتی است که خدا من داده است. نماند به عصیان کسی در گرو که دارد چنین سید پیش رو. هیچ کس از حساب عصیان و گناهشم در عذاب خدا ابدی نمیماند مادامی که چنین سرور و چنین پیشوای ما و شما نصیب داریم. از این خاطر است که حضرت گفتند شکر گو ای دل که در خیل مسلمان آفرید، عارفی خود کرده هم با نور ایمان آفرید. اینا شکر کنیم، شکر کنیم که خدا را شکر که ما را مسلمان کرد، خدا را شکر که ما را اسلام داد. خود خدا چی میگه؟ و رضیت لکم الاسلام دینا، من از همه بندگانم در صورت راضی میشم که اگر دین اسلام داشته باشند، دین عیسوی نداشته باشند. که امروز تبلیغ های عیسوی در تمام مردم تمام جمهوری ما و شما امروز یک رواج رونق یافته است. در تمام دوشنبه و در تمام مردم خورجند و در تمام جا تبلیغ دین عیسوی با واسطه پول و مال چکار دارد؟ رواج رونق یافته ایستاده است. از کمبغلی ما و شما، از قشاقی ما و شما، از جاهلی و نافهمی ما و شما استفاده میکنند و ما يقبل منه و هو فی الاخره من الخاسرین. ما و شما را در دین میپرتویند که همون خدایی که پیدا کننده این دین بود، همون خداوند چی میگوید؟ اگر کسی که غیر دین اسلام
دیگر دین برای خودش اختیار میکند، دیگر دین برای خودش قبول میسازد، لن یقبل منه. لن در اینجا تأکیدی است، کلمه هرگز است. خدا میگه هرگز از او من او دین قبول نمیسازم. و هو فی الاخرة من الخاسرین. و همان بنده از طایفه آن گروه هست که از جمله زیانکارهاست و در قهر من و در غضب من در قیامت گرفتار است. شما از این پیروی این دین ها و حتی کتاب همون عیسی را در خاندانتان راه نتین. اونا دینی منسوخ شده از دین خداست، ما اعتراف میکنیم به دین خدا بودنش، لیکن امروز در برابر قرآن اون منسوخ شدگی ساکه. تمام دین ها ناقصند. اکملت لکم نعمتی. خدا میگه قرآن نعمتی من است که مکمل قرآن است. دیگر کتاب ها همه منسوخ شده هستند، همه اونا بیکاره شده. ما شکر کنیم که این قرآن امروز دستورات ما و شما هست. پا و دست و چشم بینا داد عقل و اختیار، در دهانم این زبان خود ثناخوان آفرید. حضرت میگوید خداوند این نعمتها را بر شما داد، نعمت پا، نعمت دست، نعمت چشم، نعمت دل، نعمت تمام این اعضاهایی که در ما و شماست، همه این نعمت هستند. اینها در ما و شما چیکار کنیم؟ باید شکرانه کنیم. ما و شما در صورتی که دست داریم به قدر این نعمت نمیرسیم. وقتی اگر این دست از ما و شما شخ شود یا بریده شود، بعد در اون صورت ما و شما به قدر این دست میرسیم. ما و شما در صورت به این چشم میرسیم که یک آدم نابینا را از احوالش درکدار باشیم. ما و شما در صورت بر قدر این پا میرسیم که پای کسی بریده شده یا که کار نمیکردگی باشد، در اون صورت به قدر این پا میرسیم ما و شما. حضرت حاتم اسلام چی میگه؟ اربعه لا یعرف قدرها الا اربعه. 4 چیزی هست که به قدر این 4 چیز نمیرسد مگر 4 کس. کیا هستند؟ یکم حضرت گفتند به قدر عافیت نمیرسد مگر اهل بلا. به قدر آرامی مردمی که در آرامی هست نمیرسند مگر میرسند در صورتی که اگر یگان بلای به سرشان بیاید، یگان ناآرامی و ناتینجی به سرشان بیاید، در آن صورت اینها چیکار میکنند؟ به قدر همان آرامی میرسند. حضرت گفتند به قدر صحتی، به قدر سلامتی نمیرسند مگر مردم به قدر صحتی میرسند که وقتی که بیمار شوند. وقتی انسان بیمار شود، در اون صورت ما و شما چیکار میکنیم؟ به قدر این تن صحت ما و شما میرسیم. به قدر حیات هم مردمی که زنده هست نمیرسند مگر به قدر حیات میرسد اون کسانی که اگر از دنیا میگذرند. از دنیا وقتی که گذشت، بعد به قدر حیات چیکار میکنند؟ میرسند. ما و شما هم در صورت به قدر این نعمتهای خدا میرسیم وقتی که یک اعضاش خدا از ما و شما اگر بگیرد، در اون صورت ما و شما به قدر همون اعضا میرسیم. از این خاطر اینا نعمت هستند، نعمت هستند. حتی خوردنی هایی که داد در دوام همین غزلی که حضرت به ما و شما گفتند، نعمتی بسیار پیدا کرد بهر طاعتش، باغ جنت را بر اهل محبان آفرید. نعمتی بسیاری بر ما و شما داد. از خوردنی های حلالی که امروز ما و شما میخوریم که از حرام کرده خدا در حلال کرده خدا زیاده است، اینا را وقتی ما و شما میخوریم برای چی هستن اینا؟ حضرت میگه بهر طاعتش، برای اطاعت خدا، برای طاعت کردن خدا اینها را به ما و شما خداوند داد تا که بنده قوت کند و آزادانه خم شود و راست شود، مرا عبادت بکند. و این نعمت هایی که ما و شما میخوریم، سوره اگر تکاثر شما آخران آیت مضمونش نگاه کنین، ثم لتسألون یومئذ عن النعیم. خداوند از این نعمت هایی که بر شما داده است، از اینها شما را سوال میکند، شما را از این نعمت ها میپرسد. اینا در صحیح مسلم روایت امام مسلم است. حضرت روایت میکند در همین شأن همین آیت که میگوید روز
حضرت ابوبکر صدیق بیرون از خانه شدند. وقتی که میگد حضرت عمر میگد از خانه بیرون شد، نگاه کرد که در گرمی آفتاب حضرت ابوبکر در بیرون است. گفت ای ابوبکر، گفت در این گرمی سخت از خانه بهر چی بیرون شدی؟ گفت عمر، گفت قسم به عظمتی بزرگی خدا که در خاندان نشستم و گرسنگی بر من غلبه کرد. در خانه چیزی نبود، خواستم بیرون شوم تا که یگان دوستی خدا باشد یا یگان نعمتی خدای باشد ما استفاده کنیم. بهر این گفت از خانه بیرون شدم. حضرت عمر گفتند قسم به عظمتی بزرگ آن خدایی که تو را از این با همین مسئله که گفتی از خانه بیرون شدی، من هم باعث همین گفت از خانه بیرون شدم. من هم در خانه چیزی یافت نشد، بیرون شدم تا که جای یافت کنیم، تا که از نعمت خدا استفاده کنیم. بین دوستان خدا در کدام حالت بودند؟ بعضی همین قدر گرسنگی و همین قدر مشقت دین خودشان تبدیل نمی دادند، دین خودشان عوض نمی کردند. با یک خلطه آرد این یهودی که امروز میلیون ها مسلمان نابود کرده ایستادند، با یک قابچه آرد این خودشان چیکار نمی کردند؟ از دنیا بیدین نمی کردند. مسلمان اول خوب زیر بامبا و زیر تمام یرقا قرار میتد، از پسش بعد ماشین تمامی بعد همون یاردمش روان میکرد که خوردن بگیرین و در داخلی او با هزارها میکروب هست که باز مسلمان ضعیف میکرد. تا همین زمان کدام شما یاد داشتین که این قدر کسل هایی که در بین ما و شما پیدا شده است اینا تماما وجود نداشت؟ آخی او یهودی نه از نمانه، نه پدر مانه، نه مادر مانه. آخی او دشمنی خداست. آخی او دشمنی مسلمان است. ما نمیگیم که شما یاردم نگیرین، یاردم بگیرین، لکن از دین خدا نگردین، محبت بر او یهودی خدا نبندین. سگی که طعمه او استخوان است، بین سگی که طعمه او استخوان است، به جان و دل محب خاندان است. یک سگی که ای بنده خدا تو بلایمی گوشت تو میخوری، لذیذترین موضع های همون استخوان تو میخوری، یک استخوان سگ میخورد، به جان و دل محب خاندان است. خاندانش دوست میدارد، صاحبش دوست میدارد. تو این قدر نعمت خدا را میخوری، تو صاحب خود خدا یک و یگانه است، پیغمبر تو محمد است، برای چی را دوست نمیداری؟ سگی که طعمه او استخوان است، به جان و دل محب خاندان است. اگر 100 بار رانت صاحبی او، نگرداند از آن پاسی نمک رو. 100 بار از خانه پیشش میکنی نمی رود. زند گر ضرب گردد با ادبتر، که بوسد دست و در پایش نهد سر. میزنی سگه با یک استخوانی که در پیشش میپرتویم، میزنیمش، لطو کوبش میکنیم، باز چکار میکند؟ خودش حلقه میزنه در پیش صاحبش، پای صاحبش بوسه میکنه. اینا سگ اگرچه موضوع سگ نیست، این در جای سگ شما آدم تصور کنید. نیاید در خیالش باب دیگر. باب گفته دروازه را میگن. حضرت همین قدر میزنن، همین قدر همین سگ از در بیرون میکنن، نیاید در خیالش باب دیگر. رود حلقه زند گشته بران در، نگردد دل خنک از راندن آن. روان است از پسی او کرده افغان. چرا تو قدر نعمت ها ندانی، به قدر استخوانی سگ ندانی؟ ما و شما را خطاب میکند مولوی، ای ناکسا، ای بدبختا، ای کسانی که شما محبت خدا و پیغمبر را ندارین، این قدر نعمت خدا را میخورین، قد همون سگ نمیشین، برابر همون سگ نمیشین که یک نعمت پسترین میخورد، استخوان خالی را میخورد. این قدر خاندانش دوست می‌دارد، صاحبش این قدر دوست می‌دارد، با زدن و با کفتن صاحبش ملال نمی‌شود. نیاید در خیالش باب دیگر، در خیالش هیچ باب دیگر نمی‌آید. امروز ما و شما گرسنه ماندیم، در حال دین‌های دیگر را سراغ کردیم. حضرت ابوبکر میگد برای آمدن در حالت گرسنگی. حضرت عمر هم گفتن قسم به عظمتی بزرگی خدا که ای ابوبکر، ای یار اول پیغمبر، من هم گرسنه ماندم، از خانه بیرون شدم. کمی میگه از بین گذشت، یک مدت گذشت که آفتاب تابان پیغمبر خدا از خانه بیرون شدن.
نگاه کردن که یار اول و یار ثانی ابوبکر و عمر، سردارهای پیرانسالهای اهل جنت در آفتاب تابان در بیرون ایستادند. پرسان کرد ابوبکر، عمر، در این گرمی تسبان شما را چی وادار کرد که بیرون از خانه شین؟ گفتن رسول اکرم جای شرمش نیست، قسم به عظمتی بزرگی خدا که ما گرسنه ماندیم، چیزی در خانه یافت کرده نتانستیم. رسول اکرم میگه گریان شدن، گفتن ابوبکر، عمر، قسم بر آن ذاتی که جان محمد در دست اوست، من هم باعث همین از خانه بیرون شدم، من هم در خانه چیزی نیافتم، ما هم گرسنه ماندیم بیرون از خاندان شدیم. و هر چه میگه از پی پیغمبر خدا خانه یک انصاری رفتن. با بعض روایت این جابر بود، میگه حضرت جابر بود، میگه خانه جابر رفتن، در را تق تق کردن. عائله جابر میگه از خانه بیرون شد و مجرد این مهمان ها را دیده حضرت دست و پاش میگه مثل شکسته شد که این گونه مهمان ها در خاندان هر کس مهمان نمی شود. گفتن مرحمت. گفتن پیغمبر خدا ابوبکر، عمر، مرحمت. گفتن شوهرت کجاست؟ گفت برای آب شیرین بیرون از خانه شدن، یعنی طلب آب رفتن، برای آب کشی رفتن. حضرت میگه در خاندان نشستن. یک زمان گذشته بود که این انصاری، این جابر میگه در خانه در آمد. وقتی دید پیغمبر خدا را، ابوبکر، عمر، دیگر هیچ خرسندیش دیگر میگه حد کنار نداشت که محمد در خانه من مهمان شده است، من یک عادی امتی پیغمبر خدا هستم. ابوبکر و عمر اینها یک چراغ امت پیغمبر خدا در خاندان من مهمان شدند. دیگر دست و پا خورده شد. میگه رسول اکرم گفتن جابر گفتن من حس میکنم که تو بی نهایت خرسند شدی، لکن یگان مال شیردار نکشی، یگان جاندار که شیر میداده باشد. مقصد رسول اکرم یعنی یک گاوی داشت میگه که او شیر میداد برای تفلکای جابر. گفت همون گاو بحر ما یکی نکند و تو مثال کشته بمانی. گفت حضرت جابر گفت پیغمبر خدا را قبول کردن، رفتن میگه یک گوسفند ذبح کردن و میگه رفته یک از باغ خود میگه یک چند نوده از خرما را نزد رسول اکرم آوردن و رسول اکرم میگه همراه یارها تناول کردند و گفتند جابر ای امتی من، اگر علاج باشد فاطمه هم در خانه گرسنه است. فاطمه هم گفت من بهر فاطمه وعده کردم بیرون میشم، بهر تو طعام حاضر میکنم، اگر علاج باشد جابر یک تکه گوشتی از همین گوسفند و دختری من حاضر کن. حضرت در حال البته قبول کردند، نزد فاطمه حاضر شدند. فاطمه از روی حسن میگه بسیار و پیغمبر خدا مانند بودند و رسول اکرم میگه بسیار فاطمه را دوست می داشتند و دائم در یاد همین فاطمه بودند. و حضرت فاطمه را خدا رحمت و مغفرت کند، همگی 23 سال حیات دیدن از دنیا گذشتند و اولین کسی که با پیغمبر خدا پیوست شد از ذات اولاد همین رسول اکرم این فاطمه بود که بعد 6 ماه با پیغمبر خدا چیکار کردن؟ رسیدن، حاصل شدن، همراه پدر در جنت جاودانی باقی ماندن. بعد خوردن این طعام، گوسفند و این خرمایی که در پیش ابوبکر و حضرت عمر و حضرت رسول اکرم بود تناول کردند و بعد آن رسول اکرم چی گفتن؟ قسم به عظمتی بزرگی خدا ای ابوبکر، ای عمر، از همین نعمتی که الحال ما و شما خوردیم همین خدا از ما و شما پرسان میکنه. از نعمتهایی که ما و شما میخوریم خداوند از همین ما و شما را سوال میکند که آیا حق نعمتی مرا در دنیا خوردی، آیا بجا آوردی یا نه؟ از این ما و شما را سوال میکند. اینجا سوال های خیلی زیاد هم هست. ما البته خواستیم که همه این مصرع های ایجادیات حضرت مولوی را برای شما تحلیل کنیم
لیکن باقیش در باب دنیا هست که دنیا را مذمت میکرد. انشاءالله این باقی این با همراهی همون موضوع دنیایی که به شما وعده کرده بودیم جمعه آینده خدا کرده باشد بس هم شما میرسانیم. راستی بار انتخاب این موضوع دنیا برای چی هست؟ انتخاب این موضوع دنیا که من خود ایره انتخاب کردم برای اون است که حضرت ابو سعید خدری میگوید در یک حدیث مبارک جلس رسول الله صلی الله علیه و سلم علی المنبر، همین منبری که ما یک آدمی پسترین از امت پیغمبر خدا نشسته هستم، در همین منبر میگه رسول اکرم نشست و جلسنا حوله، ما همه صحابه پیغمبر در اطراف همین پیغمبر نشستیم و رسول اکرم میگه از زبان شکرین خود چی گفت؟ این مما اخاف علیکم من بعد ما یفتح علیکم من زهرة الدنیا و زینتها. رسول اکرم میگه این سخن بر ما گفت. چی گفت؟ ای امتی من، گفت من که از بین شما میگذرم، من ابدی با همراهی شما تا قیامت زنده نمیمانم، من از دنیا میگذرم، لکن از یک چیز بسیار بر شما میترسم، این است که درهای زیباگی و زینت دنیا بر روی امتی من کشاده می شود. امتی من این دروازه های زیب زینت دنیا را برای خودشان اختیار می کنند و از امر آخرت و از عملهای آخرت فراموش می کنند. امروز در اصل بندگان خدا به دنیا داده شدند. امروز تمام اکثر امت پیغمبر خدا را می بینی همه چی است، فقط از پای دنیا دوان است. آیا چرا مسجدهای ما و شما امروز پر نمی شوند؟ زیرا که اکثر امت پیغمبر خدا امروز برای دنیا چیکار کردن؟ یک ساعت عبادت خداست، اون ترک کردن برای یک ساعته، برای 5 سوم یا 10 سوم سامانیه که او سبیلی سرش می شود، برای همون چیکار کردن؟ همون دکان خدا اختیار کردند و فرض الهی را که خدا به سوی این دعوت اونها را میخواند، به سوی این فرضش میخواند، اینا ترک کردن. این برای چی است؟ برای دنیا ساخته. همین دنیا هست که اونها را امروز فریفته کرد. بازیچه طفل فریب این متاع دهر، بازیچه طفل فریب این متاع دهر، به عقل مردمان که بر این مبتلا شود. حضرت تفسیر حسینی میگه، حسین واعظی کاشفی، به عقل مردمان که به این مبتلا شوند. اونا با عقل نیستند. کسانی که امروز بین یک خانه میکند کفایت نمیکند، دویم خانه میچسبد، سوم خانه میچسبد، چهارم یک عمر فقط عمارت است. ما نمیگیم عمارت نکن، ما نمیگیم آبادی نشود، آبادی شود، آباد کن، خوب کن، لکن در برابرش عمارت خدا را و عمارت قصرهای جنتی را فراموش نکن. آخه اون طرف هم آباد کردن در کار، این طرف آباد شد، اون طرف هم آباد کردن در کار. 50 سال 60 سال حیات قریب نیست یا ما و شما فقط در محبت دنیا و فقط و فقط در ساختمان و در آب و در گل صرفش میکنیم، خلاص. با آخر وقتی امتهای احمد، وقتی حضرت ابراهیم که خیلی عمرهای دراز میدیدن، با یکی از زاهدان، با یکی از پیروان خود در یک بیشه میگد رو پرو شد و گفت ای امت ابراهیم، گفت حضرت ابراهیم خطابش کرد، ای پیرو ابراهیم، خانه داره که ما با همراهی تو در خاندان تو رفته مهمان شویم. این حضرت چی گفت؟ و حضرت ابراهیم گفت عمر من، گفت چنان عمری درازی نیست که من این عمر را، گفت فقط و فقط در عمارت کردن صرف کنم. گفت ای پیر، گفت ای پیرانسال، ای مرد، ای موی سفید، چند سال عمر داری؟ گفت 400 ساله هستم. 400 ساله هستم، لکن عمر من نه قدر عمری هست که من اینا در عمارت و فقط در بنیاد دنیا صرفش کنم. 400 ساله عمر. همین حضرت مولوی در نظم در آوردن، با آخر وقتی امتهای احمد، حضرت ابراهیم به سوی همون پیرانسال 400 ساله گشت و چی گفت؟ با آخر وقتی امتهای احمد با عمر اندک معمیر به حد، ای پیر، گفت ای امتی من، ای پیروی من، فراموش نکن، گفت یک احمد گفتگی پیغمبر میبراید، یعنی محمد است.
امتش بسیار عمر قلیل دارد، بسیار عمر کوتاه دارد، لیکن معمیری به حد دارد، عمارتی بسیار دارد. با عمر اندک معمیری به حد، با عمر 20 و 30 و 40 و 50 کنن معمیرهای خوب رنگین. عمرهاشون 20 سال است، 30 سال است، 40 سال است، 50 سال است، لکن چنان قصرهای دبدبناکی میکنن. بسازن قصرها در اوج رفعت، با باغ و بوستان، ایوان و مسند. چنان قصرهای میکنن که آشیانه هاش دیگر حساب کردن نمیشود. چنان باغهای آراسته میکنن که دیگر حد کنار ندارد. تو با عمری دراز 400 سال نکرده کازمای پیر خوشحال، تو 400 ساله مردک، 400 ساله عمر داری، چرا یک خانه برای خود بنیاد نکردی؟ لیکن این پیری دانا و پیری خردمند بود. پس او ابراهیم چی گفت؟ تبسم کرد پیر آمد به گفتار، قسم بر ذات آن دانای اسرار. اگر عمرم چو امتهای احمد، بودی من کردم در سجده مسند. با یک سجده بکردم من تمامش، به روز حشر می دادم سلامش. اگر عمر من 50 ساله می شد، 60 ساله می شد، قسم بر خدای تو ای ابراهیم که من بر یک سجده بودش می کردم، با یک رکعت نماز، با 2 رکعت نماز بودش می کردم، با سلام همین نماز در قیامت می دادم. از این خاطر مولوی گفتن نزیبد کس به این 2 روزه فرصت، گذارد طاعت و سازد امارت. نمیزیبد، گفت برای بنده مؤمن نمیزیبد که فقط امارت کند و طاعت خدا را یک جای دیگر بگذارد. از این خاطر ما و شما را این دنیا فریفته نکند. دنیا جای ما و شما نیست، زندگی ما و شما غلط نیست، زندگی ما و شما گناه نیست. در بهترین نعمت خدا را میخوریم، بهترین نعمت خدا در زندگی میکنیم، اینها غلط نیست. لکن فراموش نکنید که دنیا برای شما نیست، دنیا مقام دائمی شما نیست. شما را البته ترک میسازد، شما را البته 3 طلاق میکند، شما را از بالای خودش دور میسازد. رسول اکرم چی گفتن؟ اللهم، دعا کردن، لا عیش الا عیش الاخره. خدایا این عیش نیست این دنیا، این دنیا زینت ندارد، راحت ندارد. پروردگارا هر عیش هست، هر راحتی که هست عیش آخرت است. خدایا برای ما آخرت نصیب که گفته حضرت دعا کردن. ما و شما هم باید چیکار کنیم؟ طلبگار فقط آخرت باشیم، با این دنیا دل نبندیم. حاصل دنیا چی باشد؟ ای امین 9 گزی کرباس با 3 گز زمین. همین است، هم از حاصل دنیا فقط و فقط همین است. میخوام اینجا یک سوال ها را جواب بگیم برادران امید نشوند. السلام علیکم حضرت داملا. حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت علی، حضرت عثمان را برای ما گپ میزدید، ما خوشحال میشدیم. التماس از شما حضرات، این چند سوالی که میآید من چند تایش که نمیخوانم، همش همی درخواست است که بار دیگر باز برای همین 4 یارا صحبت شود. زیرا امروز کسیته هایی که الحال برادرها خدا برکت دهد، برادرمون ایرج و جمشیدی که در این مسئله ضبط کردن همین کسیته ها ثبت کردن سهم خچون گذاشته ایستادند، از این خاطر تکلیف کردن که همین ها یعنی ثبت کسیتوی می شود تا که ما همین ها را گوش کنیم. از این خاطر اونها تکلیف کردن. ان شاء الله به چشم به جا می آید. خدا خواسته باشد همین موضوع دنیا را میگیم و موضوع پدر و مادر که یکی از خیلی موضوعهای لازمی و اکثری قوم ما و شما که جوان هاست و صاحب پدر و مادر هستند و اینجا تکلیف های زیاد از مادرها هم اومدگی هست که در حق همین پدر و مادر گپ زنید. ان شاء الله اون گپ میزنیم، بعدا خدا خواسته باشد از 4 یارا صحبت سر میکنیم. دویم، داملا با آدم بینماز ما تجارت شریکی داریم، آیا جایز است؟ یعنی آدم هایی که من چندین بار تحقیق کردم، برادرایی که شما وقتی که دوستی خدا انتخاب میکنید، رفیق خودتان انتخاب میکنید، کار کنید که آدمی با نماز باشد، کار کنید که از خدا بترسد. رأس کل الامر مخافت الله. پیغمبر خدا میگه سر همه کارها این ترس خدا میستد.
اگر بنده ای که از خدا نترسد، بنده ای که در فکر خدا نباشد، بنده ای که در فکر قرآن و در فکر پیغمبرش رسول اکرم نباشد، پس با او چگونه شریکی میارزی؟ چگونه با او همنشینی میکنی؟ زیرا او روز از روزها تو را خیانت میکنه، زیرا او از خدا نمیترسد. خالق خودش که خداست از خدا نمیترسد، پس یک مخلوق خداست. تو را در هر صورت چکار میکند؟ فریب میدهد و تجارت شما هم نابرابر و تجارت شما بی برکت میشود. موضع الصلاة فی الدین که موضع رأس فی الجسد. پیغمبر خدا گفتند یعنی اهمیت نماز در اسلام مثل اهمیت سر در بدن است. چگونه که همین سر انسان در بدن چقدر اهمیت دارد، بی سر هیچ کار انجام نمی یابد. بی نمازم مسلمان بودن تو هیچ اظهار نمی شود، هیچ روشن نمی شود. من مسلمانم گفته و بی نمازی کنی، من مسلمانم بی حیایی کنی، من مسلمانم عرق نوشی کنی، من مسلمانم زیناکاری کنی، این طریق مسلمانم میشید است. حضرت جنون میگوید ای جنونی تا توانی صحبتی نیکان گزین، ای جنونی تا توانی صحبتی نیکان گزین، از وصول جاهلانت کندن جان بهتر است. حضرت جنون گفته است اگر تو بخوای که در دنیا و در آخرت عزت بیابی، فقط انسان‌های را اختیار کن که صحبت خوب داشته باشند، رفتار خوب داشته باشند، مهربانی ها داشته باشند، اسلام و مسلمان باشند. از وصول جاهلانت کندن جان بهتر است از اونی که مرا تو در یک دایره بی نماز و دایره یک آدمی که از خدا نمیترسد جاهل است، غافل است، از اونی که در دایره او مرا تو خدایا می آفری یا جایگیر میکنی، از این در کندن جان بدتر است. حضرت بیدل میگوید صالحان از تینت کج تینتان کج می شوند. صالحان از تینت کج تینتان کج می شوند. کفش گردد ز اختلاط پای کج، ناچار کج. البته آدمی که صالح باشد، آدمی که خوب باشد، وقتی همنشین با بی نماز کرد، همنشین با آدمی دوست کرد، مثال نشکش کرد، نازکش کرد، سیگارت کش کرد، البته همون چکار میکرد تأثیری او بر این میرسد. کفش گردد ز اختلاط پای کج، ناچار کج. همون کفش بین، همین پاپشیایی که ما و شما میپوشیم راستند، وقتی اگر پا کج باشد عاقبت همون کفش چی میشد؟ کج میشود. از این خاطر برادری که این سوال کرده است، از او فقط همین طلب دارم که دوست خود آدم مسلمان اختیار کن، بچه‌ای که از خدا بترسد، در تجارت و در تمام کارها با تو چی باشد؟ یعنی یک صدق و یک رفاقت و یک عدالت و یک خدا ترسی داشته باشد، همون تجارت شما چی می شود؟ با برار می شود. وقتی اگر چنین همنشینا را برای اختیارت کردی، این حالت ده اگر در تجارت تو یگان نقص یگان کمبودی پیدا شد، هیچ کس ملامت نکن مگر نفسی خودت ملامت کن، زیرا که تو شریکی خوب نیافتی، تو همنشینی خوب نیافتی. پیغمبر خدا میگوید مثل جلیس صالح و جلیس السوء كحامل المسك و نافخ الكر اما ان يحرق ثيابك اما ان تجد ريحا خبيثة. پیغمبر خدا گفت همنشینی با آدمی خوب و با آدمی ناخوب به منزله دکان عطار است و به منزله با آهنگر نشستن. کسی که اگر با آدمی خوب می نشیند، مثل رسول الله گفتند که با یک دکان عطر فروش رفیقی کرده است. اگرچه از